وقتی صحبت از تویوتا سوپرا میشه معمولا یاد یه هیولای توربوشارژ 1000 اسب بخاری با خروجی شعله‌های آتیش از اگزوست میفتیم که نماد ماشینای تیونینگ شده است. اما اگه بهت بگم این اسطوره دنیای خودرو تو نسل اولش فقط 110 اسب بخار توان داشته چی میگی؟ این ماشین قبل از اینکه به کینگ کنگ مشهور بشه فقط یک کوپه نرم و راحت بود. امروز داستان تکامل این ماشین اعجوبه رو از اول تا امروز مرور میکنیم. سلام، فرزادم و اینجا بوف داناست، جایی که از ناگفته ها میگیم. برای این ویدیو داستانمون برمیگرده به سال 1978، اما نه با خودرویی به اسم سوپرا، بلکه با یکی از محصولات تویوتا به اسم تویوتای سلیکا. وقتی که تویوتا برای رویارویی با محصولات زیکار از برند نیسان که اون موقع اسمش داتسون بود خواست وارد گود بشه. تو اون سالا حضور شفرولت کوروت و پورشه 911 آتش جوونا برای خریدن کوپه های اسپورت رو نمایان کرده بود. کمپانی داتسون در اون سالها با سری زد تونسته بود جایگاه خوبی رو در فروش محصولات اسپورت برای خودش مهیا بکنه. مدل‌های زد داتسون طراحی چشم نوازی داشتند به سبک ماشین‌های اروپایی. عملکرد انجین 6 سیلندر 2.6 لیتریشون فوق‌العاده بود و با قیمت بسیار مغروم به صرفه عرضه می‌شدند که ترکیب این سه تا پارامتر طبیعتاً بازار خوبی رو توی آمریکای شمالی براشون ایجاد کرده بود. اگه یادتون باشه توی یکی از ویدیوهای قبلی اشاره کرده بودم که از نظر کارشناسای خودرو تویوتای سلیکا بهترین ساخته تویوتا در تمام دوران بوده. سلیکا سرآمد و تاپ لول ترین محصول تویوتا بود از نظر کیفیت و اسپورتی بودن. کمپانی تویوتا که قصد تقابل مستقیم با زدکارهای داتسون رو داشت، سلیکای لیفت بک رو برداشت و تغییراتی بهش اعمال کرد. بخش عقبی و درها ثابت موندن، اما بخش کاپوت حدود 13 سانتی متر طولانی تر شد تا بتونن به جای انجین 4 سیلندر نرمالی که سلیکا داشت، انجین 6 سیلندر خطی رو در اون جای بدن. نمایندگی آمریکایی تویوتا به کمپانی ژاپنی اعلام کردند که اگر میخواد موفق بشه باید با 280 زد داتسون که خیلی مشهور و معروف بود تقابل بکنه. خلاصه این مدل در ژاپن به اسم سلیکای دابل ایکس معرفی شد. برای بازار جهانی اسمشو سلیکای سوپرا گذاشتن. چیزی که علاقه‌مندا بهش مارک 1 یا مارک 1 میگن. این مدل 12 سوپاپ داشت و قدرتش تنها 110 اسب بخار بود. اولین محموله صادراتیش به آمریکا در سال 1979 اتفاق افتاد. خریدارا میتونستن بین گیربکس 5 سرعته دستی یا 4 سرعته اتوماتیک انتخاب داشته باشن تا گشتاور 184 نیوتن متریش رو به چرخ‌های عقب منتقل بکنن. اما با همه اینا مارک 1 اصلاً سریع نبود. یک گرند تورر نرم و راحت و لوکس بود. شتاب 0 تا 100ش 10.2 ثانیه بود و همین دلیل محکمی شد که بعداً مهندسین تویوتا حسابی روش کار بکنن. اگه کمی به جلو بریم در سال 1982 نسل دوم سلیکا سوپرا معرفی شد. دوباره در ژاپن اسمش سلیکا دابل ایکس موند، اما علاقه‌مندان به این نسل مارک 2 میگن. این نسل طراحی مجدد داشت و با خطوط تهاجمی و زاویه‌دار، چراغ‌های جلوی پاپاپ و گلگیرای برجسته جذابیت‌های دهه 80 رو فریاد می‌زد. خداییش خیلی زیبا بود. نسبت به نسل اول سریع‌تر به نظر می‌رسید و در عمل هم سریع‌تر بود. موتور جدیدش از 2.6 لیتر به 2.8 لیتر افزایش حجم پیدا کرده بود. حالا 2 میل سوپاپ داشت و توانایی ارائه قدرت 145 اسب بخار رو هم داشت که در سالهای آینده به مرور افزایش یافت. سیستم فنربندیش به کمک شرکت لوتوس انگلیس تکامل پیدا کرد و میتونست شتاب 0 تا 100 رو در 9.2 ثانیه ثبت بکنه. سلیکا سوپرا تو مسیر رشد بود. توی نسل دومش کلی آپشن و امکانات اضافه روش نصب شده بود، مثل تریپ کامپیوتر و نمایش لحظه‌ای مصرف سوخت. مجله موتور ترند اونو در سال 1982 بهترین خودروی وارداتی معرفی کرد. فروشش فوق‌العاده رشد کرد. این ماشین با کد بدنه A60 معرفی شد و در دو تیپ L و P عرضه می‌شد. L برای سری لاکچری و P برای سری پرفورمنس که تفاوتاشون تو تریم و رینگ و
کمی تجهیزات داخلی و آپشن ها بود. سلیکای سوپرا در مسیر رشد بود. با اینکه توانایی ایستادن در مقابل سوپر اسپورت‌های اون زمان رو نداشت، اما تویوتا یه چیز رو به خوبی فهمید. اینکه باید جسارت بیشتری رو به خرج بده. سلیکا سوپرا هر سال دستخوش تغییرات و بهینه‌سازی‌های مختلف شد تا اینکه در سال 1986 سال مهم هویتی برای این محصول تویوتا فرا رسید. تویوتا ارتباط بین سلیکا و سوپرا رو قطع کرد و دیگه سوپرا یک تریم از محصولات سلیکا نبود. برای خودش یک هویت و یک برند از محصولات تویوتا شد. نسل سوم با کد بدنه A70 که به مارک 3 هم معروفه، یک پرچمدار جدی به شمار میرفت. اینجا لازم بود که هویت خودش رو به صورت مستقل بتونه ثابت بکنه. پس در کنار مدل پایه که یک 6 سیلندر خطی تنفس طبیعی با 200 اسب بخار قدرت بود، مدل سفارشی توربو شارژردار با توان 232 اسب بخار و 344 نیوتن متر گشتاور عرضه شد. این اولین باری بود که واژه‌های توربو و سوپرا در کنار هم اومدن. اینجا یک نقطه عطف برای محصولات سوپرا بود. دیگه سوپرا تنها یه ماشین اسپورت نبود، بلکه یه ماشین واقعاً سریع شده بود. میتونست شتاب 0 تا 100 رو در حدود 6 ثانیه ثبت بکنه که برای سال 1986 بسیار چشمگیره. نسل سوم غیر از افزایش در قوای محرکه دارای سیستم تعلیق فوق‌العاده پیشرفته‌ای بود که بتونه هندلینگ خوبی رو در کنار این سرعت و قدرت خوب ارائه بده. سوپرا تو این نسل یک فرمول رو عرضه کرد. موتور 6 سیلندر خطی، دیفرانسیل عقب و کابین لوکس و راحت. البته که هنوز یک سوپر اسپورت قاتل نبود. ضمن اینکه موتور مورد استفاده در نسل 3 مشکل واشر سرسیلند داشت و تو فشارهای بالای توربوشارژ دچار عیوب عجیبی از ناحیه سرسیلند میشد. این برای حیثیت و اعتبار تویوتا خیلی بد بود، به خصوص که توی دهه 90 اوج کیفیت و اعتبارسازی برندهای مهم خودروسازی دنیا بود. خب حالا که 3 نسل از محصولات تویوتا سوپرا رو با هم مرور کردیم، وقتشه که با سابسکرایب، لایک و کامنت از محتوای بوفدانا حمایت بکنیم تا بریم برای ادامه داستان این اسطوره خودرویی. وقتی به سال 1993 میرسیم، لحظه‌ای رو پیدا می‌کنیم که همه چیز برای تویوتا سوپرا تغییر کرد. معرفی نسل 4 سوپرا که علاقمندان بهش مارک 4 میگن و کد بدنش A80. وقتی این خودرو رونمایی شد، دنیای خودرو رو منفجر کرد. خطوط تیز و شکسته رفته بودن و بدنه‌ای با خطوط منحنی جای اونها رو گرفته بود. اما داستان واقعی قلب تپندش بود که زیر کاپوتش بود. به خاطر عیوب متعددی که در انجین‌های سری M تویوتا بود، سری جیزی اومده بودن تا جایگزین اونها بشن. تویوتای سوپرای نسل 4 با انجین 2 جیزی معرفی شد. موتوری طراحی شده به کمک کمپانی یاماها که به اوور انجینیرینگ یا مهندسی اضافه بر سازمان مشهوره. طراحی سری 2 جیزی بر محور استحکام استواره. برای همین این انجین خیلی قابل اعتماده. این موتور رو تویوتا روی محصولات لکسوس IS 300 هم نصب کرده بود. اما وقتی که اومد روی تویوتای سوپرای نسل 4 براش یک توربوی دوقلو هم در نظر گرفتن که به حالت سکوئنشال یا تناوبی کار میکرد. اینجوری تأخیر توربو در دورهای موتور مختلف از بین میرفت. توربوی اول در دورهای پایین فعال میشد و با افزایش دور موتور توربوی دوم هم به مدار اضافه میشد. تویوتا تو این نسل نهایت نبوغ مهندسی خودشون نشون داد. موتور این ماشین میتونست در حالت استاندارد کارخونه‌ای 320 اسب بخار توان و 430 نیوتن متر گشتاور رو به چرخ‌ها منتقل بکنه. حالا دیگه میتونست با فراری ها و پورشه ها رقابت تنگاتنگ داشته باشه و نه فقط مازدای آریکس 7 و نیسان 300 ZX. حالا این قول دیفرانسیل عقب میتونست شتاب 0 تا 100 رو در 4.6 ثانیه ثبت بکنه و سرعتش به صورت الکترونیکی روی 250 کیلومتر در ساعت محدود شده بود. اما این فقط نصف داستان بود. خیلی زود مشخص شد که به خاطر مهندسی بیش از حد انجین 2 جیزی
توانایی تحمل فشار خیلی بیشتر از اینها رو هم داره. بنابراین فصل جدیدی برای تیونینگ کارها و دسترسی به سطوح دیوانه‌واری از قدرت به دست اومد. همون چیزی که مارک 4 رو به خدای تیونینگ تبدیل میکنه. داریم از 700 تا 1000 اسب بخار قدرت بدون تغییر در اجزای اصلی انجین استاندارد کارخونه صحبت میکنیم. برای اینکه دقیق تر توضیح بدم، اینطوری در نظر بگیرید که در استیج 1 تیونینگ فقط با یه ریمپ ساده قدرت از 320 اسب بخار به 420 اسب بخار میرسه. در استیج 2 تیونینگ با تغییر در مانیفولدهای ورودی و خروجی، تغییر در سیستم خنک کنندگی و البته تغییر کلاچ میشه به قدرت بالای 500 اسب بخار رسید و برای ورود به باشگاه 1000 اسب بخاری ها در استیج 3 و بالاتر با تغییر مانیفولدها، سیستم اینترکولر، تغییر در سرسیلندر و احتمالاً بهره گرفتن از سیستم کمک سوختی اتانول میشه به اعداد بالای 1000 اسب بخار دست پیدا کرد. و جالبیش اینجاست که هنوز نیازی نیست که هیچ کدوم از اجزای داخلی موتور تغییر پیدا بکنن. تیونینگ کردن تویوتای سوپرا در تمام جوامع خودرویی ورد زبون شده بود که ناگهان یک اتفاق باعث انفجار اخبار تیونینگ این ماشین شد. نمایش یک مارک 4 نارنجی مدل 94 تیونینگ شده در نقش سوپر استار. سوپرا خودروی قهرمان فیلم فست اند فریوس یا سریع و خشن یعنی پل واکر شد و با اومدن روی پوستر فیلم باعث تثبیت جایگاه تویوتای سوپرا در فرهنگ عامه شد. همه عاشق و شیفته تویوتای سوپرا شدن و نسل جوان به دنبال تیونینگ کردن اون بود. بازار تیونینگش حسابی داغ شد. اما همونطور که هیچ مهمونی تا ابد ادامه نداره، عرضه تویوتای سوپرا در آمریکا در سال 98 متوقف شد و فروش جهانیش در سال 2002. این اتفاق باعث ورود شوک به همه طرفداراش شد. ماشینی که حوزه فروش اولش آمریکا بود و بعد از اون خود ژاپن. غیبتش باعث شد که مدل‌های باقی مونده تبدیل به اسطوره بشن. تویوتا خودش به صورت رسمی هیچ وقت آماری از فروش محصولات سوپرا عرضه نکرده، اما تخمین زده میشه که بیشتر از 100,000 دستگاه در کل دنیا از محصولات سوپرا به فروش رسیده باشه. جامعه تیونینگ همیشه آتیش عشق و علاقه رو به این محصول زنده نگه داشت. در تمام این سالها موتور 2JZ رو به نهایت لیمیت و حد توانی که میشد ازش استخراج کرد رسوندن. تویوتای سوپرا در بازی‌های کامپیوتری مثل نیت فور اسپید و گرند توریسمو ایفای نقش کرد و آتش بازار به محصول تویوتای سوپرا هیچ وقت از بین نرفت. علاقه‌مندان به تویوتا کلی التماس کردند که تو این سالها دوباره این محصول رو تولید بکنه. اما تویوتا این روزا فقط یک کمپانی تجاریه که به تجارت خودش فکر میکنه. تویوتا حاضر نیست تجربه‌ای که روی محصول لکسوس LFA داشت رو دوباره تکرار بکنه. تویوتا قصد نداره روی ماشینی که بازار محدودی داره دوباره سرمایه گذاری بکنه. اما بالاخره با اصرار طرفدارا بعد از 17 سال تو سال 2019 تویوتا پاسخ اونها رو با معرفی نسل 5 سوپرا با کد A90 داد. مدلی که از لحظه ورودش جنجال و حواشی خیلی زیادی رو به دنبال داشت. از اونجایی که تویوتا میخواست که نسل 5 سوپرا رو عرضه بکنه اما تمایلی به سرمایه گذاری مجدد برای تولیدش نداشت، با کمپانی BMW در ساخت این محصول همکاری کرد. شاسی، سیستم تعلیق، موتور، گیربکس و حتی خیلی از ادوات داخلی کابین Z4 BMW رو گرفت و با اونها سوپرای نسل 5 رو ساخت. این برای طرفدارای دو آتیشه تویوتا مثل یک فحش بود. اونایی که همیشه محصولات آلمانی رو به تمسخر می‌گرفتن. کجاست روح ژاپنی؟ چی شد مهندسی تویوتا؟ این اصلا یک سوپرای واقعی نیست. تویوتا گفت به خاطر حجم کم تولیدی نمیتونم سرمایه گذاری بکنم و در واقع همینیه که هست. حالا سوپرای جدید در نسل 5 انجین 6 سیلندر خطی با حجم 3 لیتر
با کد B58 و گیربکس 8 سرعتی اتوماتیک BMW رو در خودش داره. تازه برای مخاطبینی که بودجه کمتری دارن یک مدل 4 سیلندر 2 لیتری هم عرضه کرده. این مسئله یک بار دیگه هم کمر طرفدارای دو آتیشه تویوتای سوپرا رو شکست. چی شد پس اون فرمول 6 سیلندر خطی؟ البته جدای از همه این حواشی، با اینکه انجین B58 BMW تو جیزی نمیشه، از نظر دوام و تحمل فشارهای توربو عملکرد و پرفورمنس قابل قبولی از خودش نشون داده. تیونرها متوجه شدن که با تغییر اندک در اجزای موتور و یه ریمپ ساده به شکل ایمن میتونن افزایش قابل توجهی در میزان اسب بخار این موتور داشته باشن تا از عدد 380 اسب بخار استاندارد به اعداد بالای 500 اسبی برسن. نسل پنجم سوپرا میتونه شتاب 0 تا 100 کیلومتر رو در زیر 4 ثانیه ثبت بکنه که عملاً سریعترین سوپرای کارخونه‌ای کل تاریخه. قیمت کارخونه‌ای این نسل از تویوتای سوپرا $45,000 آمریکاست و برای مدل‌های با تریم پریمیوم تا $58,000 هم افزایش پیدا میکنه. این در حالیه که تویوتا سوپراهای نسل چهارم در حالتی که درب و داغون باشن بین $40,000 تا $50,000 هنوز قیمت داره و اگه یه مدل کمکار و سالمش به دست بیاد میتونه تا $120,000 قیمت داشته باشه. اگه از این محتوا لذت بردی لطفاً با سابسکرایب، لایک و کامنت از بوف دانا حمایت بکن. همینطور میتونی ویدیوهای کناری رو تماشا بکنی.